دیشب فهمیدم که مردا خیلی آدمای انی هستن. ایکسم بعد 1 سال به من زنگ زد. بالاخره فهمیدم پشیمون شده. اولش جوابشو ندادم. گفتم بله. میدونید چی گفت؟ ولی من میدونید چی گفتم؟ من قویم. من به کسی احتیاجی ندارم. بلاکش کردم. چیکار کنم یه مرد بیفته دنبالم؟ ما که به مردا نیازی نداره. ولی من بهتون میگم 146 میلیون من خواستگار داشتم. ولی به همه جواب رد دادم. اولین درس بدونی که پسرها مهم نیست. بذارید اونا بیان سمتتون. باز شما جواب نمیدید. اینطوری پسر با خودش فکر میکنه من چه گوییم. باید حتی مخ منو بزنه. پسر مثلا میاد یه تیکه بامزه به من میندازه. خب آقای خانم شما چقدر جیگری. من بهش میگم گوه نخور و میرم. دوباره اومد سمتمون. ما چیکار میکنیم؟ جواب رد میدیم. بعد دیدی همون پسر با رفیق دوکشو دختر جو ناراحت نشی. خرابا شانسه. من خودم الان 10 سال سینگلم. اصلا عصبی نیستم. پسرها آدمای بی‌ارزشی هستن. من این درس‌ها رو هر جایی نمیدم. تو زنی. تو مثل الماسی. مثل من باش. من به هیچ مردی نیاز ندارم. ولی همه به من نیاز دارن. چون من چی دارم؟ آفرین پا. برای فیکسه. تا بیوتی های دیگر. بای.